سلام علیکم، امیدوارم حالتون عالی باشه. کانگوروی شروع به تعقیب سگی می کند که 240 متر از آن جلوتر است. وقتی کانگورو می پرد 2.8 متر و وقتی سگ جست می زند 2.3 متر جلو می رود. کانگورو پس از چند جهش به سگ می رسد. اوکی. 240 متر کانگورو فاصله دارد با سگ. خب و 2.8 متر سرعت کانگوروست و 2.3 متر سرعت سگ. اگه این دوتا رو از هم کم کنیم 2.8 منهای 2.3 میشه نیم. پس تفاوت سرعتشون نیمه. اون وقت میگی مسافت رو تقسیم بر تفاوت سرعت. 240 تقسیم بر 1/2 که میشه 240 ضرب در 2/1 که میشه 480 و گزینه 3 درسته.